سلام دوستان، حالتون چطوره؟ شما میخواین بهترین آموزش دایموند رو داشته باشین؟ پس تا آخر ویدیو همراه باشین. دوستان، بهترین روش دایموند کردن که میتونید روزی هرچی میتونین دایموند کنین خیلیه. دو تا روش هست. یکیش این است که یه دونه فقط گانو دایموند کنید. دومیش میتونید یه 5 تا گانو همزمان دایموند کنید، مثل 10 تا گانو همزمان دایموند کنید. خیلی روش راحتیه. با این روش میتونید روزی چند تا دایموند بهتون میخواد گاناتون دایموند کنید. اولین روشمون فری فور آل هستش که میتونید خیلی زودتر یه دونه گاناتون رو دایموند کنید، فقط یه دونه. اون یکی روش میتونید 5 تا 10 تا گانو همزمان دایموند کنید. اون روش خیلی خوبه. این روش از اونم خیلی بهتره. الان مثلا گان مورد نظرتون انتخاب میکنید. مثلا من میخوام تندرا رو دایموند کنم، مثلا 77 شو رفتم. میایم اینجا فری فور آل رو استارت میکنیم. بازی فری فور آل کلا 20 تا دونه است. تکی میتونی خیلی راحت 10 تا کیل تو بگیری. میتونی راش بدی، میتونی بیای از اینجا خط بگیری بزنی، هر جوری دلت خواست. این ریجستر نشد ماشاءالله. اینجوری هر جوری دلت خواست هر جوری دلت خواست میتونی 10 تا کیلو اول تو بگیری. بعد از اینکه 10 تا کیلو تو گرفتی، هیچی دیگه، وای میسی بازی تموم میشه. بازی کلا 1 دقیقه 2 دقیقه طول میکشه. بعد از اینکه تموم شد میتونی خیلی راحت تو یه روز یه گانو دایموند کنی. حالا بریم اون یکی روش. حالا بیایم اون یکی روش که خیلی راحت تره. اینم راحت تره. بچه هارد پوینت انتخاب میکنید، میرید به مپ شیپمنت، مود هارد پوینت. بچه هارد پوینت چی خارج میایم لوداتتون 5 تا از گان هایی که میخوایم دایموند کنین رو میچینید. خیلی راحت. بعد که مچ رو استارت کردین 10 تا با اولین گانتون 10 تا کیلو میگیرین. بعد میرین سراغ گان دومیتون، بعد میرین سراغ گان سوم، گان 4، گان 5، 6، 7، 8، 9، 10. بستگی به خودتون داره که چند تا بتونید کیل بگیرید. اینم یه نکته مهم که وقتی استارت کردین اگه میبینیم بات افتاد میری باز میکنی. نه اگه میبینی پلیر لفت میدی از اول میری که کارت راحت تر باشه، بتونی کیل رو راحت تر بکنی. نه میخوای بگی من خفنم میتونم بزنم، یا تا آموزش های بعد خدا حافظ. اگه هم چیز خواستین آموزش بدم تو کامنت ها بگین. لایک و ساب هم فراموش نشه. خدا حافظ.